دیوار گچی جابلی کماکان کادر کلاسیک بود، 4:3 بود. فیلم پهن شده بود. فوکس قرن 20 تکنولوژی امریکا کمپانی کارش کرده بود، ولی به اینجا که میرسید ادوات سوار کردنش نبود. و اینطوری میشد. پشت دیوارها کوچه بود، خونه ناصر وجدانینا که حالا عکاس قدیمی بوشهرن، بعد چند تا خونه، بعد کافه شمشاد، بعد میرفت توی کوچه 2 شقه میشد. گفت فیلم که انداختن نصفش میرفت از بغل پرده اوور کوچه میافتاد تو خونه ناصر وجدان، یه مشتش هم رو دیوار شمشاد. بعد مثلا او 7 تیر از تو خونه ناصر وجدان میزد، این رو پرده میافتاد میمرد. غیر ممکن بود دیگه، او پشت بود. بعد این که از اینجا فرار میکرد میره رو دیوار. گفت اصلا سینما و معماری تو دستپای هم رفت شدن. میگم مال خونه ناصر که این سال صدای فیلم اذیتشون میگه، اومدن برن توالت دیدن تا مثلا کلینت ایستوود دم داره خلال دم ناودون وایسیده الکی خوش با یکی حرف میزنه چون ادامهش رو پرده سینما بی. گو هره و کره و شپ و کل و اینا فیلم متوقف شد. جابلی نناد که آبروریزی پهن بشه تو شهر، فردا صبح اینا تو قهوه‌خونه میخوام بشینن حرف بزنن دیگه. گو اینا پراکنده شدن، رفت یه اسه‌ای برداشت، کرم چماچه هم مثلا برداشت، سر راهش هم یه کارگر مینابی مال همین میناب، اینا یه سالایی اومدن، حالا نمیدونم قحطی یا هر چی اومدن سمت بوشهر، حالا به هر دلیلی. یه کارگر مینابی لقلقو باری که بدبخت ترکه‌ای هم ورمیداره سوار میکنه میاد. گو خوشم لباس عوض کرد. گو اسا گو بله. گو اسا میخوام یه دیوار 2 متری ایور، یه دیوار 2 متری ایور بری بالا، طوری که تا فردا صبح تموم بشه، تا فردا پسین خشک. یعنی تمام عقب ماندگیش از فوکس قرن 20 میخواست من.